زمان تنها سرمایه‌ای که هرگز نمی‌توانیم آن را پس بگیریم. ثروت می‌توان آن را دوباره به دست آورد، اما زمان هر لحظه که می‌گذرد دیگر هرگز باز نمی‌گردد. در دنیای شلوغ امروز مردم زمان را با پول و قدرت می‌سنجند، اما آیا حقیقت این نیست که زمان با ارزش‌ترین دارایی ماست؟ چه تعداد فرصت‌ها و رویاها فقط به خاطر از دست دادن زمان به باد رفتند؟ زمان بی‌رحم است، نه می‌پرسد که آماده‌ای، نه اجازه تأخیر می‌دهد. هر ثانیه یک فرصت است، هر دقیقه یک گنج. آیا این گنجینه گرانبها را هدر می‌دهی یا از آن بهره می‌بری؟ آنها که اهمیت زمان را درک کرده‌اند هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند. آنها می‌دانند که هر لحظه می‌تواند سرنوشت ساز باشد. و تو آیا آماده‌ای که زمان را به عنوان بزرگترین سرمایه‌ات در زندگی بپذیری و از آن بهره برداری کنی؟ زمان در حال گذر است. تو انتخاب می‌کنی که از آن بهره‌مند شوی یا در آن غرق شوی. تصمیم با توست.